بله، چطوری که از درس‌های گذشته شما آگاه هستید، من بسیارتر صحبت کردم درباره قسم‌های کامپیوتر، درباره مادر تخته و امروز من میخوام صحبت کنم درباره بله همین سیم‌هایی که شما می‌بینید در اطراف من همه جودا سیم است، در اینجا هم سیم است، در اینجا هم سیم است. و تازه گفتم میگه هی ریزا چرا کم این سیم‌ها؟ بله، گپ خبر همین است که ما می‌خوایم که امروز درباره هر یک همین قسم‌های سیم‌ها اومن صحبت کنیم و برای چی هستن آنها. و اولی چیزی که من میخوام صحبت کنم این نام دارد PS2. انا این قسم من در نظر دارم که نام دارد PS2 و آن برای موش‌ها و کلاویاتورهای سال‌های پیش است. اگر که کامپیوتری عصر 20 دیده باشید، مثلا کامپیوتری که خیلی قدیمی هستن از بابا و بیبی کلان‌های ما هستن، آنها بله داشتن همین گونه PS2 برای موش و کلاویاتور. قسم دوم که شما می‌بینید الکی آغاز می‌شود برای پیوست کردن کامپیوتر خود با مانیتور و که اولین آن دارد VGA و چطوری که می‌بینید باز من یک کابل دیگه دارم که این هم VGA است از این طرف و در این طرف HDMI. و سال 2022 آخرش وقتی که من با اداره رفتم با آفیس و شرکتی خود و آنها کامپیوترهای خیلی مانیتورهای قدیمی داشتن و من که این گونه نوتبوک دارم و این رایانه ندارد جای VGA و حتما که تو باید اون رو با HDMI پیوست کنی. برای همان اون رو مثلا با من این رو دادن و اینا همان میخواستم صحبت کردن در بارش که این هم کابل است برای VGA نام دارد این و این روزها رو استفاده میبرند و به زبی VGA اون است که تنها اون ویدیو رو نشون میدهد و صدا رو نمیارد. انا برای همین میرویم با قسم دیگر که امروز ما داریم HDMI اینترفیس مولتی مدیوی سطح بلند، این رو میگن HDMI و در این طرف چطوری که میبینید کامپیوتر من هم دارد HDMI و من اون رو میتونم در اینجا پیوست کنم و بعدا این رو در پشت مانیتور که دارد جایی برای HDMI و بله اینها هم صدا رو میبرن از اینجا تا با مانیتور و هم نوار رو یا اینکه اون من ویدیو رو به درجه صفتی خیلی بلند صفتی خیلی بلند قطعی. خب این دو چیز و بیاید چیزایی که در باشون صحبت کردیم در این طرف میپرتویم که دیگر در باشون صحبت نکنیم. خب اومدیم با دیگر قسم که نام دارد USB که این رو ما میگویم Universal Serial Bus یا اینکه اتوبوسی سریالی یونیورسالی سلسله‌ای باز ما این توجیکی و ولی در اصل یونیورسالی نیست این زمان همین رو و این رو ما میگیم USB 3.0 و اگر که من خواهم که پیوست کنم برای مثال جوسکی دیسکی لاوی خود رو یا اینکه این رو اگر که من خواهم پیوست کنم این هم 3.0 است و اون رو در اینجا پیوست میکنم و یا اینکه میتونم که این رو در این طرف بود دارد USB 2.0 پیوست کنم از میکروفون از میکروفون خود در اینجا پیوست میکنم و باز میکروفون من در کجاست؟ کنی میکروفون من در همه جا دست میکروفون با کوفته میکروفون کوفته. خب این میکروفون ما است و این هم نام دارد USB، این هم USB نام دارد و آن رو ما میتونیم که پیوست کنیم در این قسم که میبینید. بله دیگر چیزی که من میخوام صحبت کردن این رو ما میگیم Ethernet یا اینکه RG45 و این برای پورتی راستگونجا است و برای پیوست شدن با شبکه است. فرقی نداره که شبکه محلی و اینکه شبکه اینترنت با طریق سیم و این هم سیم است که در اینجا ما رو پیوست میکنیم و درباره USB 2.0 گفتیم و توجه میپارتیم اینا و بعدا این قسمی که شما میبینید در اینجا کامپیوتر من با من امکانیت میدهد که پیوست کنم 101 ها رو مثلا در گذشته اکنون اینها بودن که من میتونم که این رو پیوست کنم تا که موسیقی گوش کنم و این قسم دیگرش رو هم این رو هم میگیریم در اینجا میپارتیم چون که درباره اونم گفتم بسیاری استفاده میبرن گوش نکنه و این رو هم در اینجا میپارتیم. دیگری چیزی که من میخوام صحبت کردم این نام دارد دیسپلی پورت و بسیارتر این رو در دستگاه های اپل استفاده میبرن ولی من همون رو استفاده میبرم چون که این ابر قدرت تر است نظر به HDMI و این رو از اینجا در اینجا گیریم بذاریم و در انا اینجا پیوست میشود. بله نامش است دیسپلی پورت و این هم برای
گرفتن صدا ویدیو با مانیتور است. دیگری کابلی که من میخوام صحبت کردن نام دارد کابل برای پیوست کردن قوه برق که این با پاور سپلای پیوست می شود و من آن را میتوانم که در اینجا پیوست کنم که آن میرود با همون پاور سپلای یا که تبدیل دهنده AC با DC و این را میبرم در رزیت که میگذارم در تنه دیوار تا که کامپیوتری من با کار شروع کند. و بله از این قسم کامپیوتری همین قدر بود سیم هایی که داشت که من میخواستم صحبت کردم. من میخوام درباره مهمترین سیمی که امروز در زندگی من مهم است و همه کاربری من رو انجام میدهد صحبت کنم که نام دارد USB Type-C. این هم است و زیبایی این اون است که Type-C است و آن رو من در اینجا پیوست میکنم و بعدا از این طرف من میتونم که آن رو پیوست کنم با دلخواه دستگاه هایی که دارند Type-C. و چطوری که میبینید این رایانه من دارد Type-C. وقتی که من این رو پیوست کردم طریق اتوماتیک هم میتواند که ضریت گیرد یا که پر کند باتری رو و میتواند که اون رو با این مانیتوری زیبای من که 35 جوم است پیوست کنند و حتی من این رو میتوانم که آیپد خود رو با همین مانیتور پیوست کنم و حالا نشان میدم. خب این آیپد من است. اگر من خواهم که آیپدم رو با مانیتور پیوست کنم و در اکران کلانتر کار کنم من میتونم که با همین USB Type-C آن رو در اینجا پیوست کنم و بعدا در این پشتی مانیتور در اینجا پیوست می شود. و باز گفتم که همین Type-C ها قریب که از استاندارد شده ایستادند و در حقیقت که یونیورسالی می شوند چون که USB خودش معنی دارد که یونیورسالی است ولی در اصل یک قابچه USB چای خرد و B2 C2 B دارد. و ولی از روی قانون‌های اتحادیه اروپا که مجبور کردن تا اپل با USB Type-C رود و عموما در آینده همین USB ها Type-C خواهند شد و بله دانش آموزی عزیز این بود درس امروزه. مقصد ما اون است که تو تنها شناس شوی با سیم‌هایی که دستگاه کامپیوتری رو با همدیگر پیوست میکنند با آنها کمک میرسونند تا که کارهای معجزه‌آوری رو انجام دهند و بود بسیارتر درباره سیم ها عموما درباره USB ها درباره HDMI ها درباره گوناگونی سیم ها یک درس دیگر خواهیم کرد که یک چند سوال ها هستند بچه‌ها الکی پرسیده بودند در وبنامه یوتیوبی و شما می توانید که سوال خود را با من فرستید که نام دارد rizo@rizogf.com و همه اون سوال ها رو در یک درس دیگر میکنیم و با آنها جواب پرتر و فراتر صحبت میکنیم و با شما جواب خواهیم گفت درباره کابل ها و عموما در همین موضوعی که در همین بخش بود.